خداوند پاک با عرض سلام و خسته نباشید. آرزومند هستم جور و صحتمند و سرحال باشین. ما سیلاب سانگزه هستم. شما بیننده برنامه حکومت ولی از تلویزیون مشانجرگه هستین. دوستان ناظرین، این برنامه حکومت ولی با ولی مقرر ولایت پروان داریم. میخوایم امروز در برنامه حکومت ولی روی کارکرد، فعالیت و وضعیت عمومی ولایت پروان بپردازیم. با ما یک جا باشین. نخست السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام. بسیار خوش آمدید. ما در خدمت. سلامت باشین. در نخست میخوایم جناب ولی صاحب روی وضعیت عمومی ولایت پروان رقم معلومات با ما با بیننده عزیز ما شریک بسازین. سلام خدمت شما بینندگان تلویزیونتان. واقعا ولایت پروان شما مطالعه داره که مهد مقاومت و خانه جهاد ملت افغانستان بوده در مجموع و همچنان نزدیک به کابل بوده که امنیت پروان سبب امنیت کابل است. کلیل الحمد در بخش حکومتداری مسائل امنیتی بازسازی و انکشافی ما تشکر میکنیم از رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، از رهبری حکومت که واقعا گامای مثمر و گامای خوبی گذاشته شده. کلیل الحمد ما هم در بخش امنیت، هم در بخش حکومتداری خوب، هم در بخش بازسازی و انکشاف گامای موجه گذاشتیم که نتیجهش مثمر بوده که ما کاملا راضی هستیم. بسیار عالی. مجازات مکافات در نظام یک اصل است. از روز که شما باعث والی ایجا وظیفه اجرا میکنین، چقدر در این بخش توجه کردین؟ واقعا که دستگاه عدلی و قضایی ما الحمد که یک رئیس اصنافی داریم که واقعا ملقب معنوی مردم پروان بالای زو گذاشتیم که یک آدم عالم و یک آدم جسور و توانا که روز چهارشنبه ما جلسه قضایی داریم. کوشش کردیم که با اساس قوانین حکومت اصلاحات در ادارات با وجود بیاید، حق هر که در نظام دیده شود و در حوزه ولایت خانه مردم است که یک آدرس مشخص است بروی خرد و کلان، معلول و شهدا و همه مردم پروان باز است و در همه موضوعاتی که مجرمین بوده، قاتلین بوده، افراد دستگیر شده در سطوحی که تشنج ایجاد میکردن یا فساد داشتن که لله الحمد ریاست امنیت ملی ما جمله رئیسای ویژه و بسیار با دیانت و آدم پرکار است که همه موضوعات تحت چتر رهبری مقام ولایت، اگر مسائل جلسات نظامی است، مسائل اقتصادی است، فرهنگی است، انکشافی است، تمام موضوعات به یک وجه اصلا انجام میافته و همچنان جوانا، خانم ها، تمام نقشار جامعه در این آینه حکومتداری خودم میبینند که پروسه اصلاحات در ادارات شما بهتر معلوم است که از طریق پیارار جابجا میشن، اما ما در همین قسمت هم سوال داریم که باید پروسه اصلاحات به اساس شایسته سالاری بیاید. اما با تاسف که یک تعداد افرادی که گماشته میشن در امتحان شاید چانس بیارن، اما تجربه و تخصص کاری نداره که از جمله مشکلات ماست. اما آرزو داریم که در ادارات اصلاحات بیاید، قانونمندی رعایت شود، به اساس یک پلان مرتبه ما آینده را باید در کارهای خود و در مدیریت خود و رؤسای خود و ادارات خود باید ما ببینیم که کار قابل قرائت مردم باشه و همچنان ما با مردم اجازه دادیم که از پروژهشان نظارت بکنن، با حکومت همکاری بکنن که لله هم در همه موضوعات لیره به جرات گفته میتونم که ولایت پروان دست بالا داره. صرف در مسائل دو ولسوالی ما در غربن که در عمق درایش بسیار زیاد است که یگان چالش امنیتی داریم، اما استای ولسوالی ما بجا است. ولسوالی کوه صافی هم که ما خیزش مردمی ایجاد کردیم، اکثریت نقاط زیر پوشش است، صرف یک گوشش که طرف سروبی است او یک چالش امنیتی است. دیگر لله الحمد در همه موضوعات توانایی مدیریتی و منیجمنت اداره در سطح ولسوالی ما با اساس برنامه و پلان‌های هماهنگی که دیروز ما با ولسوالا و رؤسای ما جلسات داشتیم، همه موضوعات ما با اساس یک پلان مرتبه پیش میره. در رابطه با صحت اگر بگوین که چند کلینیک داریم در ولسوالی، کلینیک‌ها فعال است؟ واقعا ما در سطح کل ولسوالی و قریجات ما کلینیک‌های ما موجود است. ما یک شفاخانه 200 بستر در پروان احداث شده، همه قراردادی کاراش به او قسمی که ایجاب میکرد باید زمانش بعد ما میرساند نرساند که او انتقال میکنه به واحد انکشافی یا انکشاف ملی، اداره انکشاف ملی
و همچنین یک کلینیک 50 بستری که ما در شاگرد داریم کارای اون با و مثل صورت انجام نیافته که خیلی ملاحظات داشتیم که واقعا در این راستا ما این موضوعات برای ادارات گفتیم و همچنان به مقامات صالح گفتیم که قراردادها اکثرش در مرکز در تدارکات ملی میشه. اما این موضوعات ما کوشش کردیم که باید تمام موضوعات از نگاه انجینیری، از نگاهی که ایجاب میکنه باید انجام بیاه. با تاسف که کارا نشده. اما در بخش صحت ما در رابطه با مسئله کرونا مدیریت خوب کردیم. همچنان در سطح قریجات کمپاین‌های رضاکارانه، تعداد جوانان، آگاهی عامه به مردم از طریق علما و شورای انکشافی، گروپ‌های رضاکار و ویروس کرونا هم خو یک تهدید و چالش بزرگی بود واقعا به مردم که واکسین اولی که ما افتتاح کردیم به نیروی امنیتی ما بعداً به معلمین و ما شروع کردیم. دیروز ما افتتاح واکسین پولیو را داشتیم، پولیو بهاری را که اطفالی که زیر سن 5 سال است. لله الحمد در بخش صحت هم مؤسسه سویدن با ما در بخش کرونا همکاری میکنه که یک وضعیت خوب ما داراست. بسیار عالی. جناب والی صاحب، تعلیم و تربیه هم در زندگی انسان ها یک رکن اساسی است. آیا در بخش معارف هم طوری که در دیگر بخش ها کار صورت گرفته، در بخش معارف هم کار صورت گرفته ولایت پروان و همچنان کدام ولسوالی ما مکاتب بسته هم داریم میخوایم؟ نه خیر، ما در کل ولسوالی مکاتب باز است، در تمام قریه و قصبات ما مکتب باز است. در بخش تعلیم تربیه بسیار سال پیش روی امسال خوب درخشیدن، نه معلمین ما هم شاگردای ما و هم در بخش دانشگاه ما و هم در بخش مکاتب خصوصی ما که لله هم شما میتونید که با مکاتب با معلمین، ما یک ولی هستم که با متعلمین هم میبینم، در امتحانشان هم میرم، در صنوفشان هم میرم و همچنان در پانتون میرم که پانتون پروان هم امسال لیلی 2500 نفرشان مدرنیزه ایجاد میشه برشان. رادیوشان ما در 100 سالگی افغان ترک 100 سال از دوستی افغان ترک میگذره. در هفته پیش رو افتتاح کردیم یک رادیو را استودیو عکاسی در مرکز مولانا جلال الدین بلخی را مرکز تحقیقاتیشه و همچنان در بخش لابرادوار تقاضا کردیم از دفتر تیکا که انشالله او را هم همکاری میکنن. 15 انجینری هم در پروان افزود شد که لله الحمد در بخشای تعلیم تربیه در پروان حال کل مردم رجوع به علم کردین، دانش کردین که ما رضایت کامل داریم. در ولایت پروان آیا ضوابط به روابط استوار است یا روابط به ضوابط استوار است؟ یک قسمت مشکلات در ابتدای مدیریت ما وجود داشت، اما ما این صدا را میده کردیم. ما به اساس قانونیت هر مسئله که از فراتر از قانون نیست. کوشش کردیم که فریکسیون بازی و مسائلی که کشمکش است، مداخلات کاری است، باید به خاتمه داده شد که تقریبا ما تا 70-80% در این کار موفق هستیم که میتونی از مردم پرسان کنی که پروژه کلانی که مثلا اینجا تطبیق میشه به شما معلوم است که دو سرکی بغلام جبرسرا سالنگ زیر مطالعه است، تونل دومش. همچنان در بخش ساخت و ساز و فابریکات است که بارکای سنتی باریکا و سنجدره است، سیاد است، دیوارای سنادی است، مساجد است، اعمار مکاتب است، کلینیک است، گامای معجزه گذاشته شده. اما ما زمان کار داریم که تا پروژه مطابق با مو تعهداتشان کارشان را نهایی بکنن. اگر چالش های زیادی سر راه ما موجود بود، به شما بهتر معلوم است که 100 سال میشه که باید سرک پروان جبرسراج ساخته میشه. ساختمان های مردم بود. کل یا چالش هایی است که ما با تدبیر و با اساس قانونمندی تمام موضوعات حل ساختیم. آب و آشامیدنی مردم با واسه که مسئله ملاحظه داشتم که فاز 2 آب ساخته میشد، ظرفیتی که ایجاب میکرد ساخته نشده. در سالنگ مشکلات های داشتیم که آب کوگلامی به سالنگ میاد که تو آب رسیده، همه یک قسمت مشکلاتی هست که باید تو رفعش استملاک در کوگلامی است که ما توقع داریم این مشکل حل شود، پول مردم برش پرداخته شود. مسائل برق است که به شما معلوم است که مردم با شما عوام است، اما ما کوشش کردیم که سهولت‌های را ایجاد بکنیم به آرژیم برای بروشنا که برق به دیگه ولایت‌های ما و شما بره که در همه بخش‌ها کارهای ما به انشالله به صورت موازی به یک شکل
مدیریتی پیش میره، کدام مشکلی تا فعلا ما روبرو نشده. ولی صاحب فساد یک بده بد است و تمام مردم افغانستان از این پدیده رنج میبرن و همیشه از این بخش شکایت هم داشتن. مبارزه شما با فساد اداری در ولایت پروان چگونه بوده؟ واقعیت گامای شایسته در این بخش برداشته شده؟ واقعا یک تعداد مردمی که اگر ما اطلاع از طریق ریاست امنیت یا از طریق مردم میبینیم به قانون معرفیش میکنیم. در بخش خود پروژه که است شخصا خودم میرم که اگه سنگ فرش پروان است که میال کشایش سنگ فرش میشه، اگه ایداس سرک است، استثناء پروژه‌ای که در ولسوالی ها می باشه که ما نسبت مصرفیت حمایت مراقبت کننده رو روان میکنیم، بازم تاکید ما است که ما همیشه وقت در کارهای ما آینده رو ببینیم فساد در وجود نداشته باشه. لله الحمد ما متوجه ساختیم ادارات ما را که ما با ضد فساد مبارزه میکنیم. فساد یک پدیده منفی است که هم در جامعه جهانی با افغانستان بدنام ساخته، هم مردم ما تحمل فساد نداره. خوب است که مردمی که با ما در پروان زندگی میکنیم اقشار مختلف جامعه خرد و کلان یک تماس داره، اگر جای رشوت بخواین یا یک جای استفاده منفی باشن او را مورد جریان قرار میتن. اما ما توانایی تسلطی را داریم، میره ما ملاقات صحبت نمیکنیم که توسعه ما همیست و در جلسات ما اوپن از باز است که دیدبان شفافیت، جامعه مدنی، سایر نهادهای دیگر رو میگیم که آزادانه اشتراک کرده میتونن مسائلی که باشه باید برملا کنن روی تصمیم ما بوده. سال گذشته همکاری مردم با نظام با اداره محلی نسبتا پررنگ نبود، حالا پررنگ شده واقعیت؟ و شما بهتر معلوم است که یک طرف تهدید کرونا، یک طرف سیلابایی که در پروان آمد مردم ما تکان داد. واقعا ما از گوشه و کنار در داخل و خارج از مردم افغانستان تشکری میکنیم که ما را تنها نگذاشتن، همکاری تنگ و تنگ کردن. از ابتدایی که ما آمدیم حال خوب است که شما، ما بار بار میگم مشکان است که خود باید نه تار گوید. میتونه که شما در بین جامعه برید، در بین مردم برید، یعنی کارهایی که وظایف حکومت است که سهولت ایجاد بکنه، انکشاف متوازن در نظر بگیره، خدمات عرضه بکنه، تا حدی که امکان داره و در توانایی رهبری ولایت و ولسوالای ما و سایر نهادهای ما موجود است، این کارا رو ما انجام میدیم. بسیار عالی. پروژه خاصی که بر سال 1400 روی دست دارین که باید رویش کار شود و به تطبیق بره؟ کلانترین پروژه ما پارک‌های صنعتی باریکاب است که تقریبا 175 میلیون دلار بانک جهانی کمک میکنه. یک قسمت سال گذشته ساخته شد، فعلا در سر از او کار روان است. 280 جریب زمین استملاک شد در سایه سنجدره که پارک‌های صنعتی، 300 جریب دیگه در استملاک است و همچنان یک ترمینال ترانسپورتی در فرقه 2 به شما و همچنان در سالهنگا که 50 جریب زمین در اینجا احتوا میکنه، 50 جریب زمین اونجا احتوا میکنه. مسئله پارکای سیاد است که بین کاپیسا و پروان است که دیوارای اسنادی 10 کیلومتر شده، 6 کیلومتر دیگه امسال میشه کارا شروع میشه که یک حیات خوب برای توریستای ما، برای مهمانای ما، برای سایرین ما و همچنان به سکتور خصوصی ما در این پارکای ما ایجاد میشه. مسئله گل ارغوان است که شما تپه ارغوان شاید مشاهده بکنید از نزدیک که ما شاید افتتاح بزرگترین جشن دهقان و گل ارغوان سال نو بودیم که با هزاران نفر اشتراک کردن. در برنامه است که ساخت و ساز دیوارای اطراف وزیره باید زون پایتخت بکنن، وزارت شهرسازی بکنه، معذرت میخوایم، لندسکیپ های داخلش باید زون پایتخت بکنه. سیلابی که مردم تهدید میکنه از سنجدره تا از توتندره تا الی سنجدره، این مسائل سروی شده که پول کار داریم که امیدوار هستیم این روایت عملیاتی را هرگ انجام بده. سالونای کلانی که مانند خیمه لوی جرگه کمتر از اون است اینجا ایجاد شده که حالا هم جمنازیوم داره. در بخش خانم ها مثلا مسائل جمنازیومشان، رستوران گل ارغوان ساخته شده، باغ بانوها ساخته شده، استوپی توپ داره کلانترین معبود بودایی است در سطح دنیا. کار بالای از او ادامه داره. دیروزم که ما رفتیم از اونجا بازدید کردیم، بازم انجینیر اومده کار او به اتمام نرسیده، کار ادامه داره. هرگ جبل سراج به شما بهتر معلوم است که از جمله هرگاه تاریخی افغانستان است. کار او تقریبا
90-95% به اتمام رسیده. فابریکه سمنت جبرسراج فعال شده. مساجد در نو ولسوالی به شمول مرکز ساخته شده، کارش به اتمام نرسیده. در همه سطوح یعنی کار به مشکل ضربتیش و به مشکل معجیش روان است. بسیار عالی. جناب ولی صاحب، چقدر به سرمایه‌دارا تجارای ملی را شما در ولایت پروان تشویق کردین تا در ولایت پروان فابریکه بسازند و طور که میبینین در افغانستان فقر و بیکاری به اوج خود رسیده؟ تا این بخش هم گامای صورت گرفته؟ واقعا ما یگانه مشکلی که ما را تهدید کرد سیلاب بود که ما خود چارایی مرکز پروان برنامه داشتیم که باید ما زمین ها را احداث بکنیم که ما از زیر زمین ها استفاده بکنیم، اما سیلاب ما را تهدید کرد. یک کمک کار ما به درازا کشید که فعلا سرش کار روان است. ما از تاجرای خود قدردانی میکنیم. کلانترین مراکز تجارتی را ما در پروان افتتاح کردیم. پایین چوک است، آجی احسان، آجی نقیب، کلانترین بیش از 1000 دکان که ما او را افتتاح کردیم. و همچنان امیدواری ما است که در هر گوشه شهر که ما میبینیم کار روان است. و ما تقاضای ما از سکتور خصوصی بوده که کوشش بکنن که سرمایه گذاری در پروان بکنن و سکتور خصوصی حال احساس مسئولیت میکنه. من یک مثال گفتم میتونم که 100 جریب زمین امیال فعلا دوستای ما از سکتور خصوصی میخواه که شخصی باشه، کلینیکا و بعضی ضرورت های مردم گراف میکنن، باید احداث بکنن. کلانترین فابریکه جوز در پروان ساخته شده که مثلا به نام بوستان سبز میگه که در 1 ساعت 10 تن میوه به جوز تبدیل میکنن، 5 تن میوه خشک میسازه. فارمای مرغداری ایجاد شده. در بخش زراعت توجه ما بیشتر از گرین هاوس‌های بسیار خوب ساخته شده. یعنی در هر بخش خلاصه ای که گامای معجزه گذاشته شده. امیدوار هستیم که با تطبیق پروژه 1400 که برنامه داریم، سرک بایپاس از توتندره تا سنجدره باید احداث شود که پول نداره حکومت. امیدوار هستیم که از وعده رئیس جمهور است درجه ساختن اول ولایت پروان است که باید ساخته شود. مارکت خانماست، میادین سپورتی ماست که هم میادین کرکت هم میادین فیفا که در این بخش ما پیسه کم داریم. و متشکر میکنم رئیس جمهور که 10 میلیون برای سپورت ما داد، اما بسنده نیست، نه احاطه از این میشه که پولش در وزارت شهرسازی است. یعنی در بخش های پارک‌های تفریحی و همچنان سالنگ‌ها را به شما بهتر معلوم است که واقعا تونل سالنگ، سرک سالنگ کاملا رنجاور است، بسیار دریوران به تکلیف است، مسافرین به تکلیف است. امیدوار هستیم که در حال سرویس کارش به اتمام برسه که تونل دوم سالنگ احداث شود و همچنان سرک‌های سالنگ ساخته شود. کوشش ماست که سالنگ در یونسکو باید ثبت شود که واقعا درای بسیار خوب داره. و در یگان نقطه قربنده که چالش ها در بین ولسوالی سیاگرد و شنواری از در اون قدرها، امیدوار هستیم که حال مردم توجه داره نسبت به اینکه از طالبان نفرت پیدا کردن. روز پیشتر در درازگرد مردم طالبان را جواب داد در سایه ولسوالی شنواری. همین موضوعاتی است که پروان باغ افغانستان است، مهمانخانه افغانستان است. ما آبای خروشان داریم، دریای پنجشیر، دریای شتول، دریای قربند، دریای سالنگ. امیدوار هستیم که چکدم‌های ایجاد شود، آب مهار شود که آیسته آیسته قدم بگذاریم. و همچنان بند باغدره از جمله بندهای مهم افغانستان است که در پلان حکومت است که ساخته شود. کابل هم آب داده میتونیم. یعنی پروان در یک موقعیت خوب است، در عرصه‌های اقتصادی و انکشافی توجه خوب صورت گرفته. جناب ولی صاحب، در یک ولایت که هماهنگی درست نباشه، او ولایت امنیتش بر هم میخوره. هماهنگی در ولایت پروان بین نیروهای امنیتی و اداره محلی چگونه است؟ کاملا هم من رضایت دارم. ما صلاحیت هیچ وقت محکم نگرفتیم. امروز نهادهای امنیتی ما که هر روزانه ما هم جلسه میثاق امنیتی است، هم دستاوردهای خوب دارند. طالب نتونسته که مثلا ما بتونیم گفته که 300 نفر تابع ریاست امنیت ملی ما گرفت. هر جایی که استگذاری شده ما به او رسیدگی کردیم و هر جایی که مشکوک باشه قطعات رزرو ما گارنیزون ما آماده است که به تصفیه و تلاشی بره. طالبا هر قدر تلاش کردن به نام والی نامدارش و به نام فرید قیام که از میدان شهر بود، بسیار تلاش کرد که شاگرد یک نقطه را سقوط بده، اما تلفات دادن. برعکس ما 14 از تصفیه کرده. در کوه صافی هر قدر تلاش کردن، برعکس که تلفات دادن مایوس شدن. سال گذشته را براتون میگم. در این سال ما آمادگی داریم ان شاءالله نیروی امنیتی ما کاملا در تحت یک چتر هماهنگی تحت نظر ما کار میکنن. همه پلانای ما
پلانگذاری میشه، مدا یک مسائل مشترکه، همه کارهای ما با فضل خداوند بسیار با اساس اتوماتیک پیش میرسه و قایدارهای ما ایجاد است. تمام نیروهای امنیتی ما مستجمه. بسیار عالی. همیشه وقت از خوبی ها یاد میشه. میبینم در رسانه‌های مجازی که شما سفرهای داشته میشین با ولسوالی ها و همچنان دید و دید دارین از بزرگا، از مردم که در ولایت زیبای پروان ساکن هستند. هدفتون از این دید و دید چی است از ولسوالی ها؟ همیشه وقت مسئولین باید از حمق مردم یا از تمام نقشار جامعه و مشکلات سری کنه، از او بشنوه. یک مسئول عقل کل عالم نمی باشه، عقل جمعی جامعه را میسازه. تا زمانی که ما نریم، ما با گوش باید گپ نشنویم، با چشم ببینیم، ما باید عملگرا باشیم. که مشکل مردم چیست، ظلم چه قسم بیداد بالای مردم میکنه، پروژه چه قسم تطبیق میشه، خواست مردم چیست که ما شورای انکشافی را ایجاد کردیم، ملکای قرجات را داریم، شورای علما را داریم، بخش شورای جوانا را داریم، در هر بخش مؤسسه را ایجاد کردیم. با اساس یک پلان که ما پلان استراتژیک خود پارون اینجا پیشوی ماست، پروفایل ولایتی را ساختیم که ما با اساس یک طرح باید قدم بگذاریم و همچنان از مردم بشنویم که چالش مشکل در کجاست. اگر ما از مردم دور بمانیم، ما بار مسلک پلیس آمد کوشش به همیشه توصیه من است که مسئولین یا پلیس خاصیت آب مایی را در بین مردم دارست. اگر مایی را از آب بکشی جان میده. باید ما با مردم در تماس باشیم، از مردم بازدید بکنیم در فاتحهشان، در غمشان، در شادیشان، در انکشافشان، در همه موضوعاتشان. باید ما خود بیگانه حساب نکنه، ما شریک بدانیم در همه موضوعات خدا. من دیر طور مثال میگم، یکی از مجاهدین باجر خدای فوت کرد، من در شفاخانه پروان رفتم، پیاده در کل شهر میگشتم. این موضوعاتی است که مردم روحیه میگیره. ما باید در قفس‌ها زندگی نکنیم، در میان مردم باشیم، مردم اطمینان بدیم، خواستای مردم به گوش بشنویم، باز رو عمل بکنیم. جناب والی صاحب، غصب و زورگو در ولایت پروان داریم کسی؟ والا قبل از ما یک قسمت کارا شده بود. طور مثال مشارک دارالمعلمین براتون مثال میتیم، مامورین زمان وقت وظایفشان انجام ندادن، یک قسمت خانه ساخته شد. ما با چپکاری رفتم، باز یک توته ساخته شد، یک خانم در خانه خودش فوت کرده بود، دور دسیسه ساختن، تظاهرات کردن. یک قسمت زمینایی که در بگرام غصب شده بود، تا جایی که ما توان داشتیم ما رو از غصب نجات دادیم. در این شکل نیست که یک قسمت ملاحظات موجود است، اما ما او را به نهادهای عدلی و سالمالی نشته کردیم. غاصبین زمینه در زمان ماموریت ما با اطمینان میگم کسی جای را غصب کرده نتونسته، اما پشت هر غاصب یک زورآور بوده و تمام موضوعات از او را ما نشته کردیم. در زمان قبل انجام دادیم. امیدوار هستیم که محاکم عدلی و قضایی در رابطه با او باز تصمیم نهایی خود ابلاغ میکنه. جناب والی صاحب، دشمنان مردم افغانستان گفتن که در سال 1400 آمادگی خاص خود دارند در مقابل نیروهای امنیتی. حتی ذات نیروهای امنیتی که در ولایت پروان فعلا وجود داره راضی هستین؟ همیشه وقت این جنگ تبلیغاتی تو طالب است که حالا گروپ سرخ است، گروپ زرد است. مردم پروان مردم مقاوم است، تنها پروانه که در 34 ولایت افغانستان جواناش در برابر دشمنان افغانستان مبارزه میکنن. یا طعم تلخ طالب چشیدین، زمین سوخته میراث از یاس، یک سیر نمک یا 7 لخ خریده. خرد و کلان زن مردم افغانستان بخصوص نیروهای امنیتی ما با تمام توانایی‌هاشون، با تمام انرژی که دارن، آمادگی دارن، من مطمئن هستم به دشمن موقع نمیتن که یک بد بیجای مرتکب شود. برنامه صلح پیشروی است. آرزو داریم که یک صلح واقعی با دستاوردهای 18 ساله حکومت افغانستان که جمهوریت یک اصل است، قانون اساسی ما و شما وثیقه شرعی ماست که واقعا نظیرش در کشورهای اسلامی نیست. آرزو دارم که اگر یک صلح واقعی میه، این که یک تعداد معامله‌گرا و یک تعداد افرادی که میخواین افغانستان در یک سردرگمی زندگی کنه، این عاقلانه نیست. وطن مادر از بالای کل ما حق داره، باید با منافع ملی ما را ما ترجیح بدیم به نسبت به منافع شخصی خود. ما شما این مال پیام خوب داریم. بند کمال خان بزرگترین دستاورد ما و شما به ملت افغانستان است. 43 بند دیگه تحت سربیه است، بند شاه و روز، بند للندر، آب سنج دره است، به این شکل و آب باغدره است. در این موضوع در تمام مسائل حکومت پلان داره. ما امیدوار هستم که هم در مسائل برق
که آفتاب خوب ما و شما داریم از برقای سولری که ما تقریبا 30 میلیون دلار انشالله در فقه 2 تنها سرمایه گذاری میکنیم. 200 جریب زمین دادیم به خاطر برق سولری. یعنی در گامای موجه و قدمای خوب ما و شما پیش رو داریم، به خاطر که افغانستان یک کشور وارد کننده نباشه باید صادر کننده باشه با کشورهای همسایه آسیای میانه. حالا ما شما به جرات گفتم میتونیم پروژه تابی کاوسای گازار، بندر چابهار، سایر موضوعات دیگه است که اقلام افغانستان رو به دنیا وصل ساخته که افغانستان قلب آسیاست. که در این راستا ما امیدوار هستیم که با همکاری کشورهای منطقه به یک تضمین کلی یک انتخابات واقعی در افغانستان باید صورت بگیره. انتخابات یک اصل است. این نه که یک تعداد افراد و اشخاص و دنیا هر فیلم و سریالی که بخواست افغانستان پر کنه این منصفانه نیست. افغان ها همیشه وقت به خاطر آزادی دنیا جهان قربانی دادن. باید قربانی های افغانستان و همچنان سه قوایی که ایجاد شده، قوای مجریه است، قوای مقننه است، قوای قضاییه است و نیروی امنیتی ما که تاج سر ماست و بخصوص زمین آزادی بیان ژورنالیست های ما که در خط اول روشان شد باشه شهید میشن. هر کس در وطن شایق است که کار انجام بده. امیدوار هستیم خواستای مردم افغانستان در پروسه صلح و موضوعات در نظر گرفته شد تا یک انتظام واقعی در افغانستان به میان بیاید. تشکر جناب والی صاحب که وقت گرانبهای تمام بودین. در اخیر هر پیامی که مردم افغانستان به خصوص به شهرنشینای ولایت پروان دارین، ما کامره تلویزیون مشانجگه در خدمتتان است. ما از تمام شهروندان افغانستان خواهش ما است که در این بهار سال نهال غرس کنند، به خصوص نهال‌های مثمر غرس کنند. آرزو دارم که متحد باشند. وطن مادر است. نباید افغانستان دیگه جفا صورت بگیره و سیاسیون ما تقاضای ما است که به خاطر منافع ملی یک جاشه و نظامی که به خونبهای مردم افغانستان به دست آمده به احترام و ارج قائل باشه. کل متحد باشه، متفق باشه که معسل ما، شهروند ما در پانتون کشته نشه، ترور نشه. مانایش چیست؟ نه ایره خدا گفته، نه ایره جهاد گفته، نه ایره انسانیت گفته، نه ایره اسلامیت گفته. آرزو دارم که سیاسیون افغانستان متحد شن به خاطر آینده افغانستان، به خاطر جمهوریت، به خاطر دموکراسی، به خاطر آزادی بیان، به خاطر تحقق قانون متحد شوند. خواستای بر حق ملتی که همیشه وقت زجر دیدین، همیشه وقت در برابر غول‌پریکرهای دنیا تجاوز جهان استاد شدین، به یا احترام بگذارند به خون شهید، به عشق مادرای بیوه و هیچ خانواده دیگه ما نبینیم که گلم غم در خانه از او تاله شده. باید ما خوشی را در افغانستان تجلیل بکنیم. جوانای ما زمینه کار مساعد شود. افغانستان از این بدبختی برای مارکت یک اصل است، زنجیره اقتصادی یک اصل است. ما باید زبان دنیا را بیاموزیم، تجارب دنیا را در افغانستان تطبیق کنیم، نه تجارب جنگ است. در افغانستان جای بسکشی نیست. آرزو دارم که هم دنیا حرمت به مردم افغانستان بگذاره و همچنان خود مردم ما که در امیجت تولد شدین، زادگاهشان از بالاخره در این خاک دفن میشیم، به این خاک و به این بیرق سیرنگ افغانستان که لا اله الا الله محمد رسول الله است و همچنان میرا و منبر است، هرچی بگذارن زیر جلوه کشورهای بیگانه نرن. کوشش بکنن که افغانستان از این بدبختی، از این نفاقی که فعلا اینجا حاکم است رهایی بخشیده شود تا ما یک افغانستان متحد، متفق، آری از همه تبعیضات، خشونت، از همه موضوعات. بالاخره ما مسلمان هستیم، از افغانستان هستیم. به این وطن که میگم محبت وطن ایمان انسان رو تکمیل میکنه. در این رابطه یک توجه خاص داشته باشم با امید یک صلح واقعی در تشکر. سلامت. تشکر از شما. خوب بیننده تلویزیون مشانجگی برنامه ما تا برای بعد. خداحافظ و نگهدارتان.